خیر در مردم هست. دیشب یک مراسم ماهانه بود در مقحمت، از حد کورستان تا خمیر تا خنسر آمده بودن. این جلسات ماهانه است، فقط 7 روستا شرکت میکنه، منطقه است، هر 7 روستا یک منطقه است. شب قبلش تو بندرعباس مسجد بلال، چند شب پیش تو گربند، منطقه گربند و بلندو و شهرو. هر 7 ماه چرخشی، یک سخنران، یک عالمی که پرسش و پاسخ جواب بده. از 7 روستا شوراهاشون، ائمه جمعه و جماعاتشون، طلابشون، دانشجوهاشون، خیرین، همه جمع میشن دور هم دیگه. چه الفتی! همین جمع ماهی دیگه میرن تو روستا، همین جمع 7 روستا دوباره میرن تو روستای سوم، 7 ماه که تمام شد دوباره از اول. تو 5 منطقه خمیر و کارستان و اطراف گچین و طرف بندر و اینا داره پیاده میشه. شما هم میتونید تقسیم بکنید جزیره، به کار بگیرید. خداوند میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این ویژگی ملائکه است، همیشه تعاون و همکاری دارن. آیه دوم تعاونوا علی البر و التقوا، اینا همه قواعد زندگی است. من گفتم که هر آیه یک قاعده است برای بهتر زندگی کردن. شما این قواعد رو پیاده بکنید، واعتصموا بحبل الله، عملی پیاده بکنید. یه قاعده زندگی نکنید زندگی ما از این رو به اون رو میشه یا نمیشه، فقط واعتصموا بحبل الله. یه نفر رفت پیش یک عالمی، گفت فلانی پشت سر فلان چیز میگفت. پدرش در میارم، بدبختش میکنم، فلانش میکنم. نه، گفت جناب شیخ پشت سر تو با آب و تاب میگفت، میخواست تحریکش بکنه. گفت ببین برادر، خوب دقت بکنید، گفت ببین برادر، اگر اون چیزی که برادرم درباره من میگفته در غیاب من در من هست، خدا به من توفیق بده تا توبه بکنم. برادرم هم چه؟ خدا به من توفیق بده تا توبه بکنم، برطرف بکنم. خدا منو هدایت بکنه. اگر اون چیزی که میگو واقعا در من هست، اون خصلت بد، و اگر در من نیست، خدا برادرم هدایت بکنه که دیگه این حرفا نزنه. دهان طرف بسته شد که میخواست تفرقه بندازه. تعاونوا علی، این یکی از چه؟ برخورد صحیح با کسانی که از وحدت ما، از تعاون و همکاری ما، از الفت ما، از صفا و صمیمیت ما، از جمع شدن ما دور هم به خاطر خدا خوششون نمیاد. این یک تعامل و برخورد برای حفظ وحدت. اگر اون چیزی که برادرم میگفت در من هست، خدا به من توفیق بده و هدایت هم بکنه تا اصلاح بکنم خودمو. و اگر اون چیزی که برادرم درباره من میگفت در من نیست، خدا به برادرم توفیق بده تا مشکلشو حل بکنه و اصلاح بکنه خودشو. دهانش بسته شد، راهی برای نفوذ نیست. ما همدیگر رو با اشتباه پذیرفته ایم. اجازه ندیم که کسی تو ما نفوذ بکنه برای بدبین کردن ما نسبت به برادرمون، که طول شب میخواهیم برای نماز صبح بلند بشیم، نمیتونیم از بس که خودخوری داریم میکنیم. یکی از عواملی که توفیق کار خیر از انسان گرفته میشود، همین اخبار نادرستی که میارن انسان منفعل میشه و خودخوری میکنه، دیگه دستش به هیچ کار خیری بند نمیشه، فقط زمینه شر و پرورش شر و ابتکار شر رو در ذهنش ایجاد کرده. فقط میخواد شر آفرین باشه، شب و روز نداره. حیف سرمایه ها به هدر میرد. تعاونوا علی البر و التقوا، سومین ویژگی ملائکه که با همدیگه تعاون دارند. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و همکاری بر اسم و عدوان نکنید، بر گناه، بر شر همکاری نکنید. این دستور قرآن، این ویژگی ملائکه است. چه کسانی همکاری بر شر میکنن؟ شیاطین. و ما دوست نداریم به ما بگن شیطان، به من بر میخوره. کارهای شیطانی میکنیم، امر به ما گفتن شیطان، به من بر میخوره.
با وجودی که کارهای شیطانی میکنیم مردم بازم ما رو دوست دارن، احترام میکنن، نمیگن شیطان، میگن از خدا بترس. تا به حال به ما و شما گفتن شیطان؟ زبانشون نمیره، احتراممون میکنن. یک سفری رفتیم به یکی از روستاهای اطراف لات. یک جمعه یکی از تجار بزرگ اون منطقه نشسته بود. خیلی هم اکرام کرد، دعوت کرد. این تاجر در روستای خودش 5 میلیارد تومان هزینه کرده، کار خیر انجام داد. 5 میلیارد تومان. 5 میلیارد تومان. خیلی ها. میدونی چی میگفت؟ میگفت من تاجر بودم، خیر نبودم. تا تو تاجر باشی خیر نباشی که مالک مالت نیستی. در فرهنگ دینی به کسی میگن سرمایه دار که خیر باشه. در فرهنگ دینی ما به کسی میگن سرمایه دار که حسناتش زیاد باشه، کار خیر زیاد باشه، نه کسی که سنگ و سیمان رو هم گذاشته، نه کسی که پاساژ زده. به این نمیگن تاجر و سرمایه دار. در فرهنگ دینی به کسی میگن سرمایه دار که وقت مردن شهاده به زبانش بیاد و دستشو دراز بکنه. این خیر میگفت من تاجر بودم اما خیر نبودم. از کجا متحول شدم؟ کجا تغییر در من آمد که من با این همه سرمایه و مال و تجارت خیر نیستم؟ خودم هم نمیفهمیدم که باید خیر باشم. از برکت منبر جمعه صحبت میکرد که این منبر چقدر برکت داره وقتی انسانهای با برکت روی منبر قرار میگیرن. میگم یک روز خطیب روی همین منبر یک کلمه گفت، مرا از این رو به این رو کرد. میگفت من از این منبر خیر دیدم، من تاجر بودم خیر نبودم. وقتی انسان خیر نباشه مد نظر خدا نیست. خدا که چشمش به مال تاجر نیست، که خدا چشمش دنبال انسانی است که خیر باشه و کل فرشتگانشو میگماره که فیلمبرداری از خیر بکنن. یک روزی بازار مدینه در صدر اسلام توسط 5 تا 6 تا از عشره مبشره اداره میشد. بازار مدینه که تحول آفرید در جامعه اسلامی، در جهاد توفیقات ایجاد کرد، در خدمات اجتماعی، در فرهنگ سازی، در علم و دانش، در تقوا و طهارت. بازار تجاری مدینه توسط ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ذوالنورین، هر 4 تا از عشره مبشره هستن، میچرخید. این تاجر میگفت که من از این منبر خیر دیدم و کسی حق نداره روی منبر رسول الله غیر از خیر حرف بزنه، غیر از خدا و رسول خدا و کتاب و سنت حرف بزنه. این منبر برای جاه طلبی نیست که من درباره خودم صحبت بکنم. بعضی خطبا وقتی میرن روی منبر عقده‌ای هستن، هر کس به جامعه یه چیزشون گفته حالا میخوان چیه همونجا تو نماز جمعه دلشون رو خالی بکنه. اگه دوباره جوابش داد دوباره جمعه دیگه میاد فکر میکنه این منبر برای کوبیدن مردمه. این منبر هدایته، منبر خیره. میگو یک کلمه از خطیب روی منبر از دهانش در آمد، منو از این رو به این رو کرد. 5 میلیارد کار خیر کرده بازم هنوز فقط تو روستای خودشون. نزدیک 4-5 میلیاردن تو روستاهای اطراف. یکی از روستاهای اطراف میگو 500 میلیون تو روستای ما کار خیر کرده.
یک کلمه تغییرش داد. وقتی تغییر پذیرفت، دلش هم پاک بود، از تاجر شد تبدیل به خیر. نه تنها خودش خیره، خیرین دیگه تجار دیگه هم توجیه میکنه که اونها هم خیر بشن که لذت داره. ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. چقدر زیباست. میگه یک کلمه مخلصانه حکیمانه از دهان مبارکی روی منبر خارج شد، این همه خیر نصیب من شد. از کودکستان درست کرده تا پیش دانشگاهی 150 میلیون تومان آبرسانی کرده برای روستا. یادتون میاد که رسول الله گفت چه کسی این چاهو میخره؟ چاه در اختیار یهودی بود، وقف مسلمین بکنه. 150 میلیون برای آب، 50 تا خونه برای جوان. کلید برو داماد بشو. انسان بی نهایت توسعه، بی نهایت ظرفیت. سوال اینجاست، الله پذیرفته که ما جانشینش بشیم. انی جاعل فی الارض خلیفه. آیا ما پذیرفتیم که جانشین الله باشیم؟ بله. من میگم نه. چرا نه؟ با نماز خوندن تنها که جانشین خدا نمیشی. الله گفته باید عقلت به کار بندازید تا توانمند بشید. اگر میخواید جانشین من بشید باید عقل تو به کار بندازید. باید فکر بکنید من میخوام جانشین من متفکر باشه، عالم باشه، حکیم باشه، سخاوتمند باشه، کریم باشه، قوی باشه. زمین و زمان رو در اختیار بگیره. تو میگی من جانشین خدا، درمانده و بیچاره و ضعیف و معتاد، و حتی اگر معتادم نباشی، مشروبات الکلی مصرف نکنی، سیگار نکشی، قلیون نکشی، استان هرمزگان 30% زنهاش قلیون میکشن. رتبه اول در کل کشور داره. اخیراً قرار شده یک سیمینار سیگار در استان برگزار بشه، دانشگاه علوم پزشکی، در شرف تدارکات. یکی از مشکلات استان ما که بین 25 تا 30% چه زنها قلیون میکشن. اگر بنده خدا به علم نپردازه، با سواد و تحصیل کرده و عالم و فکرمند و متفکر و اندیشمند و دانشمند نشه، این نمیتونه جانشین خدا باشه. این ضعیفه. اگه سخاوتمند نشه این نمیتونه. اگه دل بزرگ نداشته باشه این نمیتونه. اگر گذشت نداشته باشه این نمیتونه. اگه حرف شر بزنه این نمیتونه. تنها فقط نماز خواندن نیست، مدیریت. تو مجری طرحهای خداوند روی زمین هستی. دنیا میدانی است برای اجرای طرحهای خداوندی توسط مجریانی مثل شما. یه تعبیر دیگه خداوند می‌فرمایند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت عبادت. آیا خدا نیاز به عبادت ما داره؟ نه. پس چرا میگه شما باید عبادت من بکنید؟ سوال اینجاست، آیا خدا حق داره یه مسابقه بذاره؟ خدا یه مسابقه گذاشته. دنیا میدان مسابقه است. 2 نفر مسابقه گذاشتن تو دنیا، یکی الله، یکی ابلیسه. 2 تا مسابقه.
همه دعوت میکنن هر دوتا که بیاید تو مسابقه ما شرکت بکنید. خداییش شما تو کدوم مسابقه شرکت میکنید؟ مسابقه ای که خدا برگزار کرده و مسابقه ای که ابلیس برگزار کرده؟ خودمونیم. الله یه مسابقه گذاشته میخواد تماشا بکنه، لذت ببره، و برای هر کدوم از مسابقه جایزه گذاشته. نگفته برای برنده تو مسابقه من جایزه میدم، گفته هر کسی شرکت کنه جایزه میدم. خوب دقت بکنید این تفاوتو. الله گفته من مسابقه گذاشتم تو دنیا برای بندگانم، هر کسی شرکت کرد اگه برنده‌ام نشه جایزه بهش میدم. نه اینکه فقط برای مقام اول و دوم و سوم جایزه میدم. خودمون برای اول و دوم و سوم جایزه میدیم ولی خدا نه.